قرار است از ماه سپتامبر نرخ نیروی برق برای اهالی تاجیکستان تا 2 درم بالا برده شود. عین زمان 1 کیلووات ساعت نیروی برق در جمهوری برای اهالی 14.65 درم نرخ دارد. طرفهای نوی نیروی برق از گرمی برای اهالی در جلسه اخیرینی حکومت تاجیکستان بررسی شد. این جلسه 28 اوگوست برگزار شد و در برابر موضوعهای دیگر مسئله بازبینی نرخ نیروی برق و گرمی نیز پیشنهاد شده است. روز 31 اوگوست در شرکت برق تاجیک به رادیو آزاده گفتند که مسئله بالا بردن طرفهای نیروی برق در جلسه حکومت بررسی شد، اما گفتند قرار حکومت تاجیکستان هنوز در این رابطه به دست آنها نرسیده است. مسئله بالا بردن نرخ نیروی برق در تاجیکستان ماه‌ها باز مطرح است. بار اول میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک در نشست اخیر در مورد ضرورت بالا بردن نرخ نیروی برق اظهار نظر کرد. اسماعیل زاده دلیل بالا بردن نرخ نیروی برق را به خراجات نگهداری سیستم انرژتیکی کشور مربوط دانست که به هزینه بیشتر نیاز دارد. به خاطر بالا بردن نرخ نیروی برق طی 2 ماه اخیر یک کمیسیون ویژه عبارت از نمایندگان خدمات ضد انحصاری، وزارت رشد اقتصاد و سودا، وزارت انرژتیک و ذخیره‌های آب و شرکت برق تاجیک فعالیت می‌کرد. این کمیسیون توجیه پیشنهادات بالا بردن نرخ نیروی برق و قدرت مالی اهالی را بررسی کرده خلاصه نهایی را به حکومت پیشنهاد کرد. یکی از اعضای این کمیسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت که پیشنهاد در بالا بردن نرخ نیروی برق خیلی بلند بود، اما با نظرداشت وضع مردم خلاصه های خویش را به حکومت پیشنهاد کردیم. از این قبل وزارت رشد اقتصاد و سودا در یک برنامه که برای 3 سال آینده تهیه شده است گفته بود که نرخ نیروی برق برای اهالی در 3 سال آینده تقریبا 2 درمی بالا رفته در سال 2020 به بیش از 20 درم خواهد رسید. سال گذشته ارزش نیروی برق در کشور 16% افزوده، فعلا 1 کیلووات ساعت نیروی برق برای اهالی 14.65 درم قیمت دارد. بالا بردن نرخ نیروی برق یکی از توصیه‌های همیشگی سازمان‌های بین‌المللی مثل بانک جهانی است. این سازمان بارها به تاجیکستان توصیه داده است که نرخ نیروی برق را بالا ببرد، اما ساکنان تاجیکستان میگویند آب یکی از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظم نیروی برق در نیروگاه‌های آبی برقی تولید می‌شود، نباید نرخ آن بیشتر از توانایی مالی مردم باشد. ادعای ساکنان در مورد نرخ نیروی استحصال شده در نیروگاه‌های آبی برقی بر پایه حساب استحصال 1 کیلووات ساعت نیروی برق در نیروگاه‌های آبی و برقی است که همگی 2 درم ارزش دارد. بالا رفتن نرخ نیروی برق یک مسئله از جهت اجتماعی حساس است و حکومت نیز هنگام بالا بردن نرخ آن از احتیاط کار می‌گیرد. بر زمین طبق یک برنامه وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی عائله‌های کم بضاعت را به فهرست ویژه وارد می‌کند و طبق آن وزارت مالیه خرج تا 250 کیلووات ساعت نیروی برق مصرف کرده این عائله‌ها را هر ماه می‌پردازد. بنابر درخواست این وزارت همان عائله کم بضاعت اعتراف می‌شود که درآمدش به هر سر عضو آن از 250 سامانی کمتر باشد. حکومت تاجیکستان برای جبران قرض‌های روسیه نیروگاه سنگتوده 1 را از دادن مالیات آزاد کرد. قرض برق تاجیک از شرکت سنگتوده 2 که آن را ایران بنیاد کرده است به بیش از 40 میلیون دلار میرسد.